سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید بعد از مدت‌ها به یک ویدیوی اپیژنتیکی دیگه. من پریسا هستم، کارشناس ارشد زیستشناسی سلولی و گاید اپیژنتیک و تو این ویدیو قراره براتون از غشای جادویی و راز واقعی زندگی صحبت کنم. چند بار تا حالا شنیدین که میگن من چاقم چون ژن چاقی دارم، یا دیابت تو خانواده ما ارثیه کاریش نمیشه کرد، یا من ذاتاً جوشی و استرسی به دنیا اومدم. برای سالها به ما گفتن ما قربانی بی‌دفاع ژن‌های خودمون هستیم، انگار که موقع تولد یک کارت خوششانسی یا بدشانسی به ما دادن و تمام. اما پروفسور بوریس لیپتون، نویسنده کتاب بیولوژی باور و اثر ماه عسل که به عنوان پدر علم اپیژنتیک هم ازشون در واقع نام برده میشه، میگن که این بزرگترین سوء تفاهم تاریخ زیست شناسی بوده. اجازه بدید که در ابتدای همین ویدیو ادای احترامی بکنم به گنجینه 3 میلیارد ساله درونمون DNA. اما اصلا ژن و دی ان ای چی هستن؟ تصور کنید که بدن شما یک کتابخونه فوق‌العاده مجهز داره که دی ان ای مثل یک کتاب مرجع 3 میلیارد صفحه‌ایه که نتیجه 3 میلیارد سال تکامل بشریته. ژن ها هم فصلای این کتابن که فرمول ساخت پروتئین ها، رنگ چشم، ساختار بدن و سیستم ایمنی رو توی خودشون دارن. اما یه نکته خیلی مهم، آیا یک کتاب توی کتابخونه میتونه خودش رو توی ردیف کتابا بیاره پایین، خودش رو باز کنه و شروع کنه خودش رو بلند بلند خوندن؟ معلومه که نه. کتاب فقط اطلاعاته، هیچ قدرت اراده و اجرایی از خودش نداره. ژن‌ها بی نهایت ارزشمند و شگفت انگیزن، اما اونها کنترل کننده زندگی شما نیستن. دانشمندا در قدیم فکر میکردن که هسته که دی ان ای اونجا قرار داره مغز سلوله، اما امروز دیگه هسته رو به عنوان مغز سلول نمیشناسیم. اما چرا؟ چون دانشمندا تو آزمایشگاه یک کاری کردن به اسم آنوکلیشن، یعنی هسته، و تمام دی ان ای رو از سلول کشیدن بیرون و حدس بزنید چی شد؟ برخلاف انتظار دانشمندا سلول بدون هسته بلافاصله نمود. اون سلول بدون دی ان ای تا هفته‌ها به زندگی ادامه داد، غذا خورد، سموم رو دفع کرد، از خودش دفاع کرد، با محیط پیرامونش ارتباط برقرار کرد، فقط نمیتونست دیگه تقسیمات سلولی انجام بده و پروتئین جدید بسازه. و سوالی که برای دانشمندا پیش اومد این بود که پس اگه دی ان ای مغز سلول نیست، فرمانروای واقعی این 50 تریلیون سلول بدن کجاست؟ مغز واقعی سلول پوست هوشمند یا همون غشاست. پروفسور بوریس لیپتون تو کتاب بیولوژی باور بهش میگه ممبرین. این روپوش باریک سلول یعنی همون غشا پر از آنتن‌ها و کلیدهای هوشمنده. یکی از اینها گیرنده ها یا رسپتورها هستن که آنتن هایی رو به بیرون سلول دارن که در واقع اخبار بیرون سلول رو تریس یا رصد میکنن، مثل نوع ماده غذایی که وجود داره، چه هورمون اونجا وجود داره، هورمون استرس، هورمون عشق و حتی حس های ما رو رصد میکنن. یکی دیگه افکتورها هستن، کلیدهای هوشمندی که در داخل سلول قرار دارن که وقتی آنتن‌های بیرونی سیگنالی رو دریافت میکنن، اونها در داخل سلول فعال میشن. حالا فرایند به چه شکل هستش؟ آنتن‌هایی که روی قشای سلول قرار دارن سیگنال‌های محیطی رو دریافت میکنن، به کلیدهای داخل سلول پیام رو ارسال میکنن، کلید میره در کتابخونه دی ان ای رو میزنه و بسته به اون نوع پیامی که دریافت کرده میگه که کتاب استرس رو باز کن یا کتاب سلامت و ترمیم رو باز کن. به این میگن خاموش و روشن شدن ژن ها. ژن تغییر نمیکنه، اما نحوه خوانش ژن بسته به اینکه چه نوع سیگنال محیطی رو دریافت کرده کاملا متفاوته. حالا زیباترین بخش اپیژنتیک اینجاست. سلول های شما دنیای بیرون رو مستقیما نمیبینن. اونها دنیای بیرون رو از طریق تفسیر و ادراک شما یا همون پرسپشن
درک میکنن. وقتی شما دنیای بیرون رو یک دنیای ناامن و پر از استرس میبینید، شیمی خون شما پر میشه از هورمون‌های استرس، قشای شما این سیگنال‌ها رو دریافت میکنه و ژن‌های دفاع و بقا رو روشن میکنه و ژن‌های مربوط به سیستم ایمنی، رشد و ترمیم و بازسازی رو خاموش میکنه. اما وقتی باور و افکار و دیدگاهت به زندگی تغییر میکنه و حس امنیت و عشق رو ایجاد میکنی، سیگنالی که به قشا میرسه هم تغییر میکنه. قشا دستور خوندن ژن‌های مربوط به سلامتی و ترمیم و رشد رو به دی ان ای میده. پس ژن‌های شما غیر قابل تغییر نیستن و شما قربانی تقدیر ژنتیکی خودتون نیستید. دی ان ای شما یک کتابخونه شاهکاره، اما این قشای سلول و سیگنال‌های محیطی مثل افکار و باورها و احساسات و تغذیه هستن که تصمیم میگیرن کدوم صفحه از این کتاب خونده بشه. شما بازنویسنده و فرمانروای بیولوژی خودتون هستید. اما بذارید این مثال واقعی و ملموس براتون بزنم که خود پروفسور بروس لیپتون هم بهش اشاره میکنه. ما در پزشکی ژنی داریم به اسم BRCA1 که معروف به ژن سرطان پستان هست در خانم‌ها و در قدیم فکر می‌کردن که هر خانومی که این ژن رو داشته باشه 100% مبتلا به این داستان میشه. اما آمارهای واقعی علمی چی میگن؟ میگن که بیش از 50% خانم‌ها با داشتن این ژن هیچ موقع به این داستان کنسر مبتلا نشدن. اما چرا؟ چون داشتن ژن فقط مثل داشتن باروت توی تفنگه. این لایف استایل، تغذیه، محیط و از همه مهمتر نوع تفکر و باور و احساسات غالب شماست که تعیین میکنه این ماشه کشیده بشه و شلیک بشه یا اینکه برای همیشه قفل بمونه. ژن به تنهایی هیچ کار است. البته که من به هیچ عنوان منکر اون محیطی که ما درش بزرگ شدیم نیستم، منکر اون جغرافیا، وضعیت اقتصادی که درش زیست کردیم و زیست میکنیم، منکر اون در واقع برخوردهایی که توی دوران کودکی با ما شده از طرف والدینمون، توی مدرسه، توی خانواده، توی جامعه‌ای که درش بزرگ شدیم. همه اینها بسیار روی زیستن ما تاثیرگذارن و اینکه اونا داده‌های اولیه‌ای هستن، برنامه‌های اولیه‌ای هستن که وارد در واقع وجود ما شدن و بسیار هم نقش پررنگی دارن در زندگی ما. اما چیزی که اپیژنتیک داره میگه اینه که تأثیر محیط واقعیه، اما قدرت تفسیر و ادراک تو از محیط 1000 برابر قوی تره. شما قرار نیست قربانی ثبت نام شده برنامه‌های گذشته‌تون باقی بمونید. ببینید این قانون فقط مربوط به مبحث سلامتی نیستش. توی مباحث مربوط به ثروت و فراوانی هم همین قانون حاکمه و همینطوری کار میکنه. وقتی توی شرایط سخت و جامعه زندگی میکنید که مدام اخبار منفی پخش میشه، اگه ادراک و بیولوژی، باور بیولوژی قشایی تو این باشه که خب در جامعه‌ای که من زندگی میکنم به هیچ عنوان نمیتونم راهی برای ثروتمند شدن و فراوانی پیدا کنم، در واقع سیگنالی که داری ارسال میکنی به سلولهای بدنت از جنس انسداد و محدودیته و تو عملا دچار پررنگی فرصت‌ها میشی. اما وقتی باوری که داری فارغ از شرایط بیرونی از جنس ارزش، هوش و خلق ثروت از درون توست، قشای ذهن و سلولهای تو به جای ژن‌های ترس و انقباض، ژن‌های دیدن فرصت‌های مناسب، آگاهی و خلاقیت رو روشن میکنن. معادلات از درون تو تغییر میکنن، نه از اخبار بیرون. همین معادله راجع به روابط هم صدق میکنه. مهم نیستش که در گذشته چقدر آسیب دیدی یا اینکه چقدر با تو رفتارهایی شده که در تو حس عدم ارزشمندی رو به وجود آورده. اگر که تو امروز احساسی که نسبت به خودت داری اینه که خب من لایق دوست داشته شدن نیستم، تمام آنتن‌های وجودت کسانی رو جذب و رفتارهایی رو باز تولید میکنن که همون حس بی‌ارزشی رو تکرار میکنه. اما به محض اینکه حس ارزشمندی ذاتی رو در درون خودت بیدار کنی، سیگنالی که ساطع میکنی هم عوض میشه
و ناگهان رفتارهای اطرافیانت و جنس روابط جدیدی که واردشون میشی کاملا دگرگون میشن. و اما در پایان این ویدیو یک نتیجه گیری بزرگ اپیژنتیکی اینه که شما قربانی سرنوشت و ژنتیک خودتون نیستید. شما نویسنده و ادیتور ژن‌های خودتون هستید. ژن‌ها فقط امکانات اولیه هستند. این نوع نگاه و ادراک شماست به 50 تریلیون سلول دستور میده که چه شکلی عمل کنن. محیط زندگی، افکار و باورها و احساسات شما کنترل کننده های واقعی بیولوژی شما هستند. با تغییر ادراک، باورها، احساسات و عواطفتون، غشای سلول فرمان جدیدی به دی ان ای شما میده و بیولوژی غشای شما از نو نوشته میشه. خب به یک پایان ویدیوی اپیژنتیکی دیگه رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. مبحث غشا رو هم در واقع از دید اپیژنتیک به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. اگر که دوست دارید مکانیزم های غشایی بیولوژیکی غشا رو خیلی دقیق‌تر با جزئیات بدونید، توی کتاب بیولوژی باور دکتر بروس لیپتون فصل 3 مرجع بسیار کامل و جامعی برای اینکه شما بخواید اطلاعات بیشتری کسب کنید. خیلی ممنون میشم اگر که در واقع این ویدیو براتون مفید بوده به بقیه هم در واقع با بقیه هم شیر کنید و اجازه بدین که یک خرد و آگاهی و در واقع بینش درست به صورت جمعی شکل بگیره. ممنونم از اینکه حمایت هم میکنین با لایک کردن، سابسکرایب کردن و اشتراک گذاشتن. در یک ویدیو اپیژنتیکی دیگه با یک موضوع دیگه میبینمتون.